ملت مظلوم، ای ملت شجاع، این اولاد پلید، این اولاد کثیف امام علی رحمان، شما ببینید که از نام ای خداهای ای، دخترای ای، دامادهای ای چقدر استفاده میکنند که مردم ما روز تا روز در به در میشوه. ببینید این مثال نیست؟ این همه برای شما را دلیل نیست؟ امام علی رحمانوف خطاب ما مستقیما به تو میکنم. ببین که تا امروزه این سگای تو که در گرد اطرافتن، از خداها سرکردگی تا دامادات سرکردگی، به همه ملت ظلم کردن. به خدا قسمه که ما از همون روزای اول وعده دادیم که ما تمام ملت بیدار میکنیم. برادرای صاحبکارای بیزنسمنایی که در داخل وطنین شاهدی زنده بود امروز در پیش روی شما صحبت کرد. این همه حقیقت بود که برای شما در پیش روی خلق امروز ما بیان کردیم که امروز حکومت دانه به دانه ما و شما را شکار میکنه. مطمئن باشین که در صورت خاموش بدن ما در مقابل این ظلم های پلید، جان هر یک تای ما و شما، مال ما و شما، فرزندای ما و شما، آینده ما و شما، حتی وطن ما و شما، ملت ما و شما در خطر است. راه نداریم بغیر از اینکه در مقابل این حکومت تنها فقط قیام کنیم و از حقوق خودمون دفاع کنیم. یگانه راه حل ما تمام مشکل مردم فقط یک راه حل دارد که آن کاخ ستمگر را برانداختن ز بنیاد است. نگهدار نیک میهن را که او است مر تو را مادر، خدا راضی شود از تو اگر مادر ز تو شاد است. اسارت رنج و حرمان است، قیام از بحر آزادی سعادتمند بود هر قومی که در هر حالت آزاد است. به پا خیزید به همدستی، به عزم کسب استقلال تو را ای قوم آزاده. همین یک نکته